درود بر شما. سلام دوستای گلم، امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه. امروز تولد بابامه، به همین مناسبت میخوایم بریم انزلی، ولی قبلش قراره کیک و کادوشو بگیریم. کیکش هم گرفتم، کیک بنه به سلیقه دیانا گرفتم دیگه. دیانا به من زنگ زد گفت عمه میشه لطفا یه کیکی بگیری که نه به خدا نه، من که بنفش دوست دارم، ولی به من زنگ زد گفت میشه یه کیک بنفش بگیری چون لباس من بنفشه. برای گرفتن یک کیک ما باید 3 بار اینجا دور بزنیم واقعا والله. اصلی کردم ما رو جای پاک نریم، مجبوریم به خاطرش. آقا کیکش هم خوشمزه است دیگه. این جاش خوب نیست. مامورا هم نشوش در آوردن رانندگی یک سره بیا حرکت کن ایراد نداره. بریم دیگه، بریم کادو رو بگیریم، بعد بریم سمت انزلی. اومدیم برای بابا کفش انتخاب کنیم. یه چیز راحتی براش بگیریم، حسی باشه که روزانه بتونه بپوشه دیگه. نه خوبه نه؟ این چیزی کفش مردم است. آره بعد آره این مثلا نمیتونه با شلوار لی بپوشه و چون سایز پاشم کوچیکه راحت پیدا نمیشه. 40 سایز پاش، سایز پای من رو بابا میگه. بچه ها کادوشو که گرفتیم، کیکش هم گرفتیم دیگه، با حرکت کنیم سمت انزلی. چی کار داری میکنی دختری؟ بچه من رسیدم انزلی، دیدم که مامان برای ما کبابی دوستان کبابی درست کرده دیگه. به من گفت به شکلشو من برم، شکل کوبیده. چرا اینقدر شکلشو دارید؟ کوبیده مرغ درست کرد، کباب. کوبیده مرغ چه جالب. اینه که میبینید اصلا شبه کوبیده نیست. کوبیده مرغ من تا حالا نخوردم، باورت میشه؟ کوکوی مرغ خوردم، نمیم چیز مرغ همونا رو میده دیگه. همونه اسمش توش سبزیجات پیازه فلفل دلمی صدات هست. این کره رو روش بذارم. آره زیرش بله مشتبه. آره خیمه دیانه علمدار اینجا چرا گذاشتی کن علمدار چرا اینجا گذاشتی؟ میخند؟ بیا چی شده دارن میخوایم بزنیم رو میذاریم روی گاز، روش هم کره میریزه با روغن. بعد الان 2 تا مایتا است چون تعدادمون زیاده. خب حالا ما چرا امروز اینجا جمع شدیم؟ پنجشنبه نیست مگه؟ گفتم عزیزم به مناسبت تولد بابا جون ویدیو گرفتی قبل این؟ بله کادوشو بگیرم فیلم میرفتم. من نبود من در جریان، من بودم در جریان نبودم. کیکش هم بچه‌ها جون همونطور که بهتون گفتم بنفش گرفتم چون دیانا امروز به من زنگ زد گفت مامان ببینم میشه کیک با محمد رو داری میگیری به من زنگ بزنی چه رنگیه؟ گفتم که خب باشه ولی من هنوز نگرفتم. گفت حالا میشه بنفش بگیری؟ گفتم چرا؟ گفت چون لباس من بنفشه. اوه بعد این که از کیک هم چیز گرفتی؟ فیلم گرفتی؟ تو یخچال. این چی دوباره دارید؟ آن یکی دیگه است. میخوای اونو بذار شده. این دستور پختشو نمیدی؟
این اینقدر سخت دستور باقی شده نمیده دیگه برای ما درست هم فکر نکنم. نه یعنی یه بار این خیلی سخت، خیلی عذاب داد. میگه از صبح پا همین بودم. این استار نبینه یه 10 دقیقه فیلم میذاره. لباسشو بگیر کادوی که این نمیدونم یا مامانه یا من گشاد نیست. نه قشنگه شلوار میندازی کلا لایک داری میدی تو شلوار میندازی بهتر. این از طرف مامان بود عزیزم. شما دل بکنید این از طرف مامان بود. بله بعدی هم برو بگوش بابا. تو از کجا میدونی این طرف؟ آره مبارک. شما که میگه شما چرا انگلیسی میگه آقا لایک بگو پسندیدم. مثل اون چیز بودم میگفتش که کلمات فارسی به کار رو ببرید مثلا چه مثل کراوات میگفت درازآویز زینت. دیانا خانم دندون شما افتاده مگه؟ من دیده بود دندون بدن گذاشته بودی زیر بالش. آره دیگه بگو دیگه گذاشتی زیر بالش. آره زیر بالش نذاشتی؟ ما میذاشیم زیر بالش برای ما جایزه می آوردن. والا فرشته ما یادشون نبود زیاد برای ما جایزه می‌آوردن. والا زمان ما اینجوری فرشته این فرشته هم جیدم مد شده. من از صبح پا شده بودم هیچ چیزی زیر بالشم نبود. خب بعد یعنی دندونت هم زیر بالش نذاشتی؟ هیچی نبود تو زیر بالشم. بعد صبح پا شدم گفتم مامان میخوام کارت نرم که بخواب بخواب. خوابید نرفتم بخوام کارت نگاه کردم. بعد مامان باشگاه بود دیگه من اصلا نخوابیدم. بعدش دیگه از خدا برعکس شد اون چیز اومدیم از باشگاه دیگه من گفتم خوابیدم تو بابام بیاد بابا من از خواب بلند میشم. این دیگه الان خیلی بزرگ شده یه همه چیه میدونه میگه فرشته مهربون شکمش گنده بود. اسمش معیار بود میدونه همه رو میگه که من خوابیده بودم بدم بابا فردایی برای من. اینم قشنگ مبارک. همون روز آورد. هادی الان این نکته اخلاقی داشتین داستان دیگه فرشته اصلا نمیگم نکته اخلاقیش. کره میریزی روش که آب بشه خوشمزه تر بشه. بله بعد اگه مثلا همون چیزش کم بود میتونی روغن به جاش اضافه کنی یا اصلا کلا میتونی با روغن هم سرخ کنی ولی با کره یه ذره خوشمزه. کفشم داری که پدر. دیانا چه موهای قشنگی داره. خیلی موهاش قشنگه. اونجا نشون ندادم که کدوم گرفتی. این کفششه. ملی 40 برات گرفتیم. تنگی که کور. نه دقیقا مرد یادش بود. ما همینجوری بروز کردیم بعدن گفتیم مثلا کفش و اینا میخوایم گفتش که تو پارسال اومدی برای بابا 41 بردی بعد اومدی عوض کردی 40شو گرفتم. نه بابا مرد گفت میتونی تعریف کنی. از پارسال یعنی یادش بود که شما اونجا کتونی کفش. برم تو خیمه دیانا ببینم چه خیمه. برو توش. من جا نمیشم آخه میترسم اینجا بته. اینجا شبیه کریسمس هم میمونه. تیم تو داری میبینی حال میکنی ها. اینجا شبیه کریسمس هم میمونه. ببین کریسمس شبیه چیز اسمش بابا نوئل. ببین دقیقا کلاش اینجوری اومده اینجا. نم که وای 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 چه میاد اندازته؟ آره خوبی مبارک. دستت درنه مبارک. دستت شما درنه. دل نکنید. خیلی هم عالی. دست دل نکنه. نه اما سایز پاش 40 بابا ما حسین میگیم 41. شما همگی دل نکنه. مبارک باش عزیزم. Happy birthday to you.
خب ببینیم چه کرده مبینا خانم. مامان دیگه مبینا چی کرده؟ کوبیده مرغ کلم. زحمتشو مامان کشید. خیلی قلم است این کوبیدمو. البته ببخشید شما هم زحمت کشید. اگه بچه‌های خوبی باشید میگم مامان این روز آموزشش دیگه مامان هرگز دور از جورم. عالی شد، عالی. گوشت عالیه. میخوای بریزی یا بذارم؟ بریز که ببینم چجوری می‌ریزی. روش کدم ریختیم که حسابی چرب و چیلی بشه. شبیه چیز شده، همون کوکوی مرغ شده. کیک مرغ. کیک مرغ اونجوری چیز نه. این ولی کوبیده است. این در واقع کوبیده است که شبیه کیک شده. آره دی کیک مرغ. دیانا خانم چرا دعوا داری؟ مامان چرا انقدر این بس اینجوری دیگه چون بزرگه. مشتاق نظرت چیه راجع به غذا؟ عالی. عالی. شنیدم که عوض کردی دوباره هفته دیگه مامان درست کنه. عوض کنم دارم درست کنم دیگه. هفته دیگه نه. مامان از وقتی گفت دیگه درست نمی‌کنم این همش میگن هفته دیگه. چه تاریخ میتونم بنشین میری بازی رو ببینیم. یه تو به بوری که بزرگتر تیکه تیکه. خب بشماریم. اول آرزو کن. نه ایراد نداره. داره میافته. بچه. خیلی جلو گذاشته. آرزو کن. آرزو خیلی طولانی برای ما برای خودش. خب بشماریم. 10 9 8 7 6 5 4 3 ببخش دیگه چرا نمیرم دیگه راست کن دیگه. خب بیان کیک رو ببریم با چایی. بچه‌ها ما الان اینو رو برداریم از کیک که دیگه تولد تموم شد. خب انشالله مبارکشون باشه. مادرشون سال 120 ساله بشه. سال 120 ساله بشه. حالا چی میخوای درست کنی؟ حالا میشه اون کیک اونجوری انگشت نزنی نخوری خانم؟ اینجاش خورده. روش بزنیم و نوش جان کنیم. نوش جان. خوشحالی که به سلیقه تو کیک رو گرفتم. آره. گفتی بنفش، من به خاطر تو بنفش گرفتم. چیزای دیگه هم بود، صورتیاش قشنگ بودن از نه؟ آره قشنگ بودم ولی تو گفتی بنفش، من دیگه فقط دنبال بنفش بودم. نقطاش اول دارم که دیگه برای نه فوندان تنالان. نه اونا نقله. خوردنیه؟ آره میشه خورد ولی خیلی سفته، اونجا خوشمزه هم نیست. همه خاصی هم این نقل نداره، فقط سفته همه. اونقدر هم خوشمزه اسم مامفاتی چایی ریخ برامون. حالا میخوایم میشه جان کنیم چایی با کیک. با کیک بخوریم یه برش خوشگل بزنیم. آباده با کوکو ببر دیگه چه اشکال داره؟ با چی؟ با کوکو همجوری ببر که چه؟ نه دیگه خامش هر باید دلش بخواد برای خودش میبر دیگه. خامش ضرر داره. ای بمی عیب نداره. مافاتی میدونی چشماشو چیری میکنه. بچه ها بخورن همیشه تو کیک گردی یه ذره بذار بخورن دیگه. ضرر داره برای خیلی وقت نخوره یه ذره بذار بخورن. هر تولد یه کیک میخوریم دیگه. خب دیگه یه ذره بذار چیز بخورن دیگه. چی بکنیم؟ بخورن. خب تو بخور دیگه، ما تو رو کار نداریم که. همین آره بچه
لباس داره گرفت به خامه. سلام بچه‌ها، الان من تو چرا انقدر سلام میکنی هر وقت دوربینو میاره؟ بچه‌ها حالا ما این روی کیک بود. خب من بودم خیلی دوست دارم، همین بعدم ببرم خونه با این گلم. این بودم تولد مامانم یه روز بود که مامانم بهم گفت تولدم. منم خیلی ذوق کردم، گفتم که برم به بابا. مامان گفت نه من رو به بابا نگو، شاید کیک دو چیزا بخرم، ما نمیخوایم کار کنم. بعد دوستمون بود خاله سمیرا، مامان شهریار، اون پسر داره. ما خودی نگیر دیگه. این ضرر داره ما. ببین به خدا این ضرره، ببین همه رنگ یه ذره برای تو میذارم. خب بر دیانه میذاره دیگه، بیا. نه چی فرق میکنه؟ خب داشتی تعریف میکردی که با حرف تو بعدش این دوست تولد مامانم بود. بعد شهریار دوستمون نبود، بدتر شدن رفتم خونه مامان بزرگش. چه شده زنجی میکنی خب؟ بعدش دیگه بابام زنگ زد گفت که ماما سانا بیا چیکار کنم، بیا شارژر رو بریم بده. بابا من الکی میگه سورپرایز داشت میکرد. آره بابا من الکی میگه تا میاد بگه میگه بفرمایین کیک سلام یه دو سورپرایزش میکنه. بعد مامانم کیک رو میاره، بعد مامان فاطینا میاد، دوستمونم مامان شهریار هر چند گفت من میخوام برم، موضوعش کردیم که بمونم. گفتیم که کیک بزرگه میمونه، نمیفهمیم با هم دیگه برش بزنیم. خلاصه اونم اینقدر که زورش کردیم قبول کرد دیگه. حالا با هم دیگه خوردیم و سلامت شد. بعد اون کیکه از این گلاب بود روش. بعد اینا رو من کندم گذاشتم، الان دارن کم کم دارن خوش میشن. خوش بشن بعد میریزه اون چیزش. آره به مرور زمان خوش میشن. آره حالا برای من هنوز مونده، نمیدونم چرا. حالا ایراد نداره. خیلی قشنگن، گلگلی هم قشنگن. آره فقط موافقت کیک رو بچن روزیدن. من میرم به بچه ها پخش میکنم. بچه ها چنگال بیار چنگال بیارم بزن بریم. خدا نگهدار. خب بچه ها دیانا داره میره خونه، مجتبی و مهران همچنان در حال بازیان، ولی من دیگه خستم میخوام برم بخوابم. امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه. مثل همیشه لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا ولاگای بعد، خدا نگهدار.